امروز یک شنبه دوم اردیبهشت ماه 1403 با 125مین برنامه از مجموعه برنامه‌های گران‌راد مجازی روماتولوژی کودکان ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن روماتولوژی کودکان ایران با شما هستیم. من دکتر فاطمه تحقیقی فوق التحصیل روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با شما هستم با این برنامه. کیس امشب ما رو استاد گرامی جناب آیتا رئیس کرمی با ما به اشتراک گذاشتن که پیش از استاد به خاطر به اشتراک گذاشتن این کیس جالب تشکر میکنم. کیس امشب مورد بسیار آموزنده برای همه ما و به خصوص دوستان عزیز فراگیرمون هست که پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای برنامه با ما باشید. مهمانان امشب برنامه ما سرکار خانم تورا زمانی رادیولوژیست عزیزمون و سرکار خانم تورا پیمانی هستند، متخصص پزشکی هسته‌ای. از حضور هر دو مهمان عزیزمون در برنامه تشکر میکنم. معرفی کیس امشبمون رو دوست و همکار عزیزم سرکار خانم دکتر نوری عزیز بر عهده دارند که فلوی سال 1 ما هستن، از همکاران بسیار خوب و پرتلاش ما. خانم دکتر نوری عزیز اگر صدای من رو دارید خدمت شما سلام عرض میکنم و منتظر معرفی کیس هستیم. با سلام و احترام. استاد صدای من دارین؟ بله صدای شما رو داریم. خیلی ممنونم. شب بخیر عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار سروران گرامی. کیسی که میخواستم معرفی بکنم دختر 10 ساله‌ای هستن با چیپ کامپلینت درد ناحیه کشاله ران و هیپ راست از حدود 2 ماه قبل که با محدودیت حرکات هیپ و اندام تحتانی و لنگش همراه بوده. بیمار دختر 10 ساله ساکن همدان هستن که از 2 ماه قبل دچار درد کشاله ران و لنگش یک طرفه شده. دردشون مبهم بوده، به صورت تدریجی افزایش یافته، با فعالیت روزانه مرتبط نبوده ولی با فعالیت شدید تشدید می شده، با گرم کردن بهتر می شده و با استفاده از انسید تغییر چندانی نداشته که با توجه به این علائم و افزایش درد به مرکز همدان مراجعه میکنه و با شک به آرتریت سپتیک بستری میشن که توی اون مرکز با توجه به عدم وجود تب، ایلنس و ESR/CRP نرمال، عدم وجود لوکوسیتوز و گرافی AP که انجام شده بود که با شواهدی از تخریب سر فمور راست، بیمار رو به روماتولوژیست ارجاع داده بودن که پس از انجام معاینات بالینی پزشک درخواست اسکن استخوان کرده بودن و با توجه به اینکه شواهدی از AVN اپیفیز فمور راست داشتن به این مرکز ارجاع داده شدن. از پس مدیکال هیستوری بیمار بخوام بگم نوزاد ترم بودن، واکسیناسیون کامل بود، عدم سابقه بستری در بیمارستان داشتن، عدم سابقه مصرف کورتیکواستروید داشتن، سابقه تروما رو ذکر نمی‌کردن، سابقه تب یا تعریق شبانه وجود نداشت و طی چند ماه اخیر هم کاهش وزن نداشتن. فامیلی هیستوریشون فرزند 1 از 2 بود، والدین غیر منسوب بودن، سابقه بیماری روماتیسمی یا بیماری شناخته شده در خانواده وجود نداشت، سابقه مصرف لبنیات محلی در خانواده وجود داشت که به صورت روتین مصرف می‌کردن، سابقه تماس با دام هم نداشتن. توی دراگ هیستوری بیمار ذکر می‌کرد که استامینوفن 325 1/2 BD استفاده کرده و تب ناپروکسن 250 میلی گرم دیلی. وایتال ساینشون نرمال بودش، دختری بودن که حالا تو سن اسکول ایج بودن، ایلوپیل نبودن، هوشیاری و اوبه خوبی داشتن، به سوالات پاسخ مناسب میدادن، سمع قلب و ریه‌شون نرمال بود، معاینه شکمشون نرمال بود، زایده پوستی هم نداشتن. توی معاینه که انجام دادیم تمام مفاصل به جز هیپ راستشون رنج آف موشن و معاینه نرمالی داشت. هیپ راستشون توی حرکات پسیو و اکتیو درد شدیدی داشته و رنج آف موشن کلیه حرکاتی مختصری کاهش یافته بود، اما اداکشن و ابداکشن و اینترنال روتیشن بیشتر از سایر حرکات مختل بود و فابر تستشون هم مختل بودش. اگه بخوام پرابلم لیست، حالا اول آزمایشاتشون رو بگم بعد پرابلم لیست ها. توی آزمایشاتی که حالا انجام شده بود توی مرکز قبلی تمام آزمایشات نرمال بودش و در مرکز ما هم تمامی آزمایشاتشون نرمال بود. وایت پیستی 8000 داشتن با نوتر 46%، لیمپ 43%، هموگلوبین 11.8، پلاکت 318000، آستی 29، آیلتی 22، رایت و کومس رایت و 2 ایشون هم نگاتیو بودش.
با توجه به معایناتی که انجام داده بودیم و بون اسکنی که شده بودن که حالا بون اسکنشون دال بر این بود که افزایش رادیو تریسر اکتیویتی توی رایت هیپ جوینتشون داشتن که گفته بودن ساجستیو برای AVN. با توجه به اون سونوگرافی انجام دادیم. سونوگرافی انجام شده هم شواهد نامنظمی کورتکس در نواحی ویت بیرینگ سر فمور سمت راستشون داشتن و فلتنینگ نواحی آنکاورد سر توی لترال که به همراه پهن شدگی گردن فمور بوده و توصیه کردن که به نفع پرتست هست و MRI بشه. MRI که براشون انجام دادیم ابنورمال سیگنال اینتنسیتی توی فمورال اپیفیز در سمت راست رو گزارش کرده بود، مایل سینوویال تیکنینگ رو گفته بود، سلاید فمورال هد فلتنینگ رو گفته بود که گفته بودن این شواهدی از اولد ساتل پرتست هستش. بخوام حالا پرابلم لیست بیمارمون رو بگم، دختر 10 ساله بودن که با رشد و تکامل نرمال بدون هیچ سابقه تروما یا بیماری مدیکالی دچار درد و لنگش اندام تختانی راست شده بودن، در معاینه آرترالژی و درد حین حرکات اکتیو و پسیو داشتن، کاهش رنج آف موشن هیپ داشتن و در ابتدا با شک آرتریت سپتیک بستری شدن که با توجه به اینکه کلیه شواهد حالا منفی بود، آنتی بیوتیک و اقدامات اینوزیو انجام نشده بود، آرتریت سپتیک و بروسلوز رو رول اوت کرده بودن و ارجاع داده بودن به مرکز ما. حالا ما مشاوره ارتوپدی براشون انجام دادیم. سرویس ارتوپدی با توجه به سونوگرافی MRI که انجام شده بود با توجه به AVN خیلی واضحشون توصیه کردم به فیزیوتراپی اصلاحی تقویت عضلات ادکتور. بیمار با حال عمومی خوب ترخیص شد و بعد از اون هم حالا قراره که 1 ماه بعد جهت فالوآپ مراجعه بکنه. ممنونم همینطور نوری عزیز بابت معرفی این کیس. دوستان همکاران عزیز، چون چه سوالی دارید در خدمت شما باشیم؟ خب من کس رو نمیبینم که سوالی داشته باشه. ظاهرا امشب استاد صالح زاده با ما نیستن. خب استاد رئیس گرامی عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. اگر توضیح تکمیلی دارید که مایل هستید در ابتدای هم بفرمایید، در خدمتتون باشیم. دکتر ببخشید. جانم. سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران گرامی. دکتر زیایی هستم. چون آقای صالح زاده نیستن من یه خود نقش ایشون رو ایفا کنم، یه چند تا سوال راجع به شرح حال بیمار بپرسم. بله در خدمتتون هستیم استاد، بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که خب یکی آقای دکتر صالح زاده بودن حتما وضعیت رشدی بچه رو میپرسیدن، وزنش چقدره، بچه از لحاظ اوبسیتی چجوری هست، بی ام آیش چقدر هست. این بالاخره تو AVN یکی از ریسک فاکتورها چون چاقی هستش انتظار داریم که خب این اطلاعات رو داشته باشیم. دوم هم این که بالاخره بر مبنای این که AVN بعضیاشون علت براشون پیدا میشه، یه سری بررسی‌های قاعدتاً حالا یا تو مرکز قبلی یا تو این مرکز باید از لحاظ بیماری‌های خونی مثلا سایکل سل آنمیا یا بیماری‌های کوآگولوپاتی‌ها، اینا باید قاعدتاً باید یه بررسی شده باشه. این اطلاعات رو اگه خانم دکتر دارن بفرماین که حالا بعداً وارد بحث بشیم. استاد با سلام و احترام، وزن بچه 26 کیلو بود، قدش هم 128 سانتی متر بود و خب اصلا مادرش کلا هم خیلی شکایت داشت از لاغری این بچه. در مورد حالا آنمی ها، واقعیتش در مورد سایکل سل بیشتر در حد شرح حال ازشون پرسجو کردیم. کاملا صحبتتون درسته، این حالا کریز وازو اوکلوسیو هم میتونه باعث AVN بشه، ولی ورکاپ های بیشتری انجام نشد برای مریض. متشکرم. همینطور استاد یه سوالی دیگه هم دارید؟ نه خیلی متشکرم. حالا بعداً که تو بحث علت‌ها چیز بشه حالا ممکنه که باز مواردی باشه که حالا همکارا اشاره بکنه. متشکرم.
خیلی متشکرم. سایر دوستان و همکاران اگر سوالی دارن در خدمتشون باشیم، لطفاً دستتون رو بالا ببرید. استاد رئیس کرمی مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. توضیح تکمیلی دارید الان بفرمایید یا ما وارد بحث بشیم؟ سلام، شبتون بخیر. من از خانم دکتر تشکر میکنم. خب شما در جریان هستید، در فاصله زمانی کوتاهی خانم دکتر مریض رو آماده کردن. خب مریض از این کیس هاست که ما در واقع اون مشکل لنگش رو زیاد میبینیم، اما خب خود این که علتش علل حالا ارتوپدیک و اینا باشن رو شاید کمتر باش مواجه هستیم، اما در واقع خب مشابه این مریض ها که حالا تشخیص دیگه میاد رو کم نمیبینیم. البته ما واقعیت اینه که خیلی سختی زیادی برای تشخیص این نکشیدیم، علت این که کارهای اولیه‌اش رو خود دوستان انجام داده بودن در اونجا و بحثای مقدماتی انجام شده و بعد ارجاع شده بود تهران. ولی بیمار ما خب بیش از قریب 2 ماه بود که این شما عرض کنم که این مشکل رو داشت. یه مقدار فشار روی تیپ مقابلش رو بیشتر کرده بود تقریبا. حالا یه مقدار تو عکسشون هم داره نشون میده که یواش یواش داره در واقع اختلال از ستون فقرات و یه اسکلیوز جبرانی نسبی داره درش ایجاد میشه و یعنی یه مقدار داشت دیگه اثرات خودش رو این مشکل درد بیمار به جا میگذاشت. خب در رأس همه این بحثات طبق روالی که ما داریم، وقتی که حالا احساس کنیم که تک مفصلی هست به عنوان یه مفصل و حالا بیشتر عطف به هیپ هم بوده، خب آرتریسپتیک رو باید رد میکردن، اما کرایتریای کوخر رو نداشته و اقدام خاصی هم اونجا براش به عنوان انجام نداده بودن، نیاز هم نبود که انجام بدن و بعد رفته بودن رو کارهای دیگه. به لحاظ آنمی با توجه به هموگلوبینش، حالا یه مقدارم با توجه به منطقه‌اش اگر جنوبی بود شاید بیشتر باید پیگیری می‌کردیم و خدمت شما عرض کنم بحث‌های عفونی دیگه مثل بروسلوز، خب همه این اقدامات ما براش انجام دادیم، همونجا انجام داده بودن برای این کار. بحث چاقی چه ریسک فاکتور هست، اما من فکر می‌کنم چاقی بیشتر روی اون SCFE یعنی اون در واقع لغزش سر فمور، این حالت رو باید دقت داشته باشیم، هم تو بحث چاقی و هم به اختلالات هورمونی در واقع زمینه ساز ایجاد SCFE میشن که البته سن بیمار سنی هستش که SCFE میتونه مخصوص جنسش هم همینطور درش شایع باشه، اما با توجه به وزنش و حالا اون اسکنی که ما داشتیم کمتر این قضیه مطرح بود. و خب حالا ادامه کارم عمدتاً با همکارای ارتوپد هست. بحث ما برای معرفی بیمار این بود که خب ما توی بیمارانی که پیش ما میان بحث‌های ارتوپدی، اختلالات اسکلتی و اینا کم نیستن. حالا باید در جریان این مریضا باشیم و به فکر این مریضا باشیم، مخصوصا همکارای متخصص این گونه مریضا زیاد بهشون مراجعه میکنن. خوبه که توی بررسی‌ها که میکنن یه نیم نگاهی هم به بحث پرتس، SCFE و موارد مشابهی که میتونه باعث لنگش بشه داشته باشن. در خدمت شما هستیم. خود خانم دکتر بحث خوب آماده کردن. اگر حالا بحث اساتید شد، فرصت شد، خود خانم دکتر راجع به این موضوع و حالا یکم جزئیات بیشتر صحبت میکنن، ضمن اینکه اساتید مهمانمون هم راجع به عکساشون و مراحل این بیماری اگر صحبت کنن خوبه. در خدمت شما. خیلی متشکرم استاد از توضیحات شما. خانم نوری عزیز اگر اجازه بدیم ما در خدمت مهمانان برنامه باشیم، باز مجددا به شما برمیگردیم برای توضیحات شما. من خانم تو زمانی رو در جمعمون ندیدم، اما خانم تو پیمانی تشریف دارن. خدمت خانم تو پیمانی عزیز عرض سلام دارم. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفتین و در برنامه امشب ما شرکت کردین. خانم دکتر پیمانی متخصص پزشکی هسته‌ای هستن و از همکار بسیار خوب ما در مرکز طبی کودکان. من سلام عرض میکنم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما استاد عزیز و همه همکاران گرامی. ممنون از دعوت شما. اگه سوالی باشه در مورد تصویر در خدمتتون هستم یا میخواین توضیحات رو بگم. بله خانم دکتر، میخوایم که راجع به اسکن مریض توضیح بفرمایید و اینکه اساساً چه تغییرات رو انتظار داریم در AVN در اسکن هسته‌ای ببینیم. اول خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر نوری بابت شرح خیلی خوبی که توضیح دادن. واقعیتش از روی شرح میشه کمک اولیه گرفت برای این اسکن.
اینکه بیمار توی فاز حادش پیش ما نیامده، 7 تا 10 روز اول یه نمای کرکتریستیک داریم که اسکن استخوان رو گاهن برتر یا قابل مقایسه با MRI میکنه توی AVN، تشخیص AVN، که خب ما این فاز رو از دست دادیم برای این بیمار. اون فازم به این شکلی که تو 7 تا 10 روز اول ما یه ناحیه کلد یا فوتوپنیک میبینیم، دقیقاً سر فمور رو. حالا بعد از 7 روزم یه حالت ریم لایک میشه، یعنی اطرافش اوستوبلاستیک ریاکشن اتفاق میفته. باز تو 1 تا 3 هفته اول هم نمای کرکتریستیکی داریم توی بون اسکن که حتی میتونه پروگنوز بیمار رو تعیین کنه، یعنی بگه لترال پیلارش اوستوبلاستیک ریاکشن داده پس یه اتفاق خوبه، یا اینکه نه از مدیال پیلار دارین اوستوبلاستیک ریاکشن اتفاق میفته که پروگنوزش بد میشه. ما این دو فاز رو متاسفانه از دست دادیم. بیمار فکر می‌کنم 1 ماه بعد از این که علائمش شروع شده بون اسکن براش انجام شده توی فاز تأخیری. به نظر میاد اون کمکی که بون اسکن میکنه اینجا تشخیصای افتراقی دیگر رو نمیتونه رد کنه، یعنی اینکه حالا یه فرکچر باشه یا یه بیماری دیگه‌ای باشه که اون هم تخریب سر فمور رو داده باشه، ما نمیتونستیم اینجا رد کنیم. خب به هر حال خیلی کمک کننده بوده، ولی نما به این صورتی که به نظر میاد که کلاپس سر فمور سمت راست اتفاق افتاده و یه اوستوبلاستیک ریاکشن گسترده توی مفصل هیپ راست داریم میبینیم که خب این دوتا رو در کنار شرحال بیمار که میذاریم، میگم با توجه به اینکه نمای کرکتریستیک AVN رو نداریم ولی شرحال رو داریم که بیمار میتونه در فاز تخلیه AVN اومده باشه و نما به ما نشون میده که عملاً نسبت به هیپ سمت چپش که مقایسه کنیم به نظر میاد که کلاپس نسبی سر فمور اتفاق افتاده. AVN میتونه که از تشخیص‌های افتراقی اصلی ما باشه. بله، خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. دوستان و همکاران از سوالی از خانم دکتر دارند؟ استاد زیو، استاد رئیس کلمی، سوالی از خانم دکتر ندارین؟ بسیار خانم دکتر عزیز با ما باشید تا انتهای برنامه که باز مجدد در خدمت شما باشیم. دکتر من ببخشید من چون نمیتونم دست بالا بکنم یه سوالی از خانم دکتر تا تشریف دارم بپرسم. این دوتا فاز، یعنی اون فاز اولیه 7 تا 10 روز اول که خانم دکتر فرمودن، با این فاز یه بار دیگه اون از لحاظ آپتیک مفصل درگیر، چون ما ظاهرا کتابمون هم حالا یه چیز دو جمله دو پهلو نوشته، یعنی فاز رو تعیین نکرده، ما نمیدونیم، نوشته که افزایش جذب داره. ما تو AVN انتظار داریم کاهش جذب باشه، یعنی بالاخره خون رسانی مختل میشه، کاهش جذب باشه. این دوتا فاز رو بفهمن که اون 10 روز اول یه بار دیگه بفهمن، چون میخوام که هم برای خودمون یه مقدار جا بیفته، هم همکارای فلو هستن این در واقع دقیقا مشخص بشه. ما تو 10 روز اول ببینیم انتظار داریم که کاهش جذب ببینیم و بعد از اون افزایش جذب، یا برعکس این رو بفهمن. خیلی ممنون میشم. استاد واقعیتش 7 تا 10 روز اول ما بهترین برتری تشخیصی رو بون اسکن داره نسبت به مدالیت‌های رادیولوژیک مثل CT یا ایکس ری، به این خاطر که یه نمای کرکتریستیک ما داریم، یعنی افزایش ها هنوز اتفاق نیفتاده، فعالیت اوستوبلاستیک هنوز شروع نشده. حالا یه سوالم دیدم توی بخش چت پرسیده بودن، گفته بودن که این فعالیت اوستوبلاستیک پس از کجاست؟ این از استخوان‌های اطراف داره اتفاق میفته. خود هد فمور آسیب دیده، بعدن هم کلاپس میشه، ولی از خونرسانی اطرافش حالا داره اوستوبلاستیک ریاکشن اتفاق میفته و استخوان‌های اطرافی که حالا ویت بیرینگ رو به عهده دارن اونا اوستوبلاستیک ریاکشن براشون اتفاق میفته. به این خاطر ما 7 تا 10 روز اول زمان ایدئالمونه که ما یه ناحیه فوتوپنیک میبینیم، در عین حال هیچ افزایشی در اطراف اون نمیبینیم که این ناحیه کلد یه نمای کرکتریستیک خیلی خوبه که ما سر مفصل هیپوکلد میبینیم، هرچند که بهتره که نمای سه بعدی داشته باشیم، یعنی اسپکت داشته باشیم. یه وقتا ممکنه استابولون به دلیل همپوشانی که داره جذبش خصوصا توی بچه‌ها که صفحات رشدشون فعاله باعث بشه که ما اون نمای خالی بودن یا کلد بودن سر فمور رو نبینیم. بعد از 7 تا 10 روز 1 تا 3 هفته بعدی اوستوبلاستیک ریاکشن شروع میشه. حالا اگه که لترال پیلار حفظ شده باشه و پروگنوز بیمارمون خوب باشه، یعنی از عروق لترال شروع کنه، کلاترالای از سمت لترال فمور برقرار کنه، این ما ستونی رو در سمت لترال میبینیم که اوستوبلاستیک ریاکشن برقرار شده که خب این میتونه با پروگنوز نسبتا خوب بیمارمون هم همراه باشه. و اگه این از مدیال برقرار بشه اوستوبلاستیک ریاکشن، یعنی لترال آسیب جدی دیده باشه و دیگه کلاترال برقرار نکنه، یه مقدار با تأخیر از مدیال ایجاد میشه و دیگه سر فمور به سمت کلاپس شدن میره.
که این بیمار تو فاز سوم یعنی فاز دیلید الان به ما رسیده، سر فمور ارتفاعش رو نسبتا از دست داده و خب اون افزایش جذب رو هم حالا اون فعالیت اوستوبلاستیک به خاطر اون تخریب مفصل هیپ داره از اطراف اون محل تخریب اتفاق میفته که میخوان به صورت واکنشی جبران کنن این آسیب حالا ناشی از ویت بیرینگ روی مفصل تخریب شده. ببخشید خانم دکتر، یه سوالی هم اگر خانم دکتر تحقیقی اجازه بدید من سوال کنم. این که حالا معمولا خانم دکتر متاسفانه ما تو اون 7 تا 10 روز اول مثلا ممکنه مریضا مراجعه نکنن یا در واقع خودشون سرگرم در واقع مسکنای خونه میشن یا حالا به هر دلیلی حداقل به ماها پیش ما نمیرسن. توی مراحل بعدی در مقایسه با MRI در واقع حالا مراحل اولی فرمودید که از CT و اینا هم بهتره، در مقایسه با MRI چی میتونیم ما در واقع اسکن رو به تنهایی ملاک بگیریم یا اینکه باید از مدالیت‌های دیگه هم استفاده کنیم؟ استاد واقعیت MRI همچنان گلد استاندارد بر AVN مخصوصا توی فازهای تأخیری تر، ولی خب میگن اسکن استخوان هم در صورتی که همراه با اسپک CT باشه، یعنی ما بتونیم حالا تغییرات آناتومیک رو اسکلروز سر فمور رو ببینیم یا کاهش ارتفاعش رو ببینیم، میتونه در مواردی ریپورت شده که رقابت میکنه با MRI و میتونه هم سطح MRI باشه، ولی همچنان MRI گلد استاندارده مگه اینکه ما خیلی زودتر از تصاویر رادیولوژیک بخوایم این بررسی رو انجام بدیم. خانم دکتر اون 7 تا 10 روز اول اسکن ارجحه؟ 7 تا 10 روز اول اسکن میگن سنسیتیویتی اسکن از مدالیت‌های رادیولوژیک خصوصا ایکس ری و CT خیلی بالاتره، بله، چون اونا هیچ تغییراتی رو نشون نمیدن. ولی خب میگم تو فاز تأخیری مثل این فازی که الان بیمار اومده اگه شرحال نباشه ما نمیتونیم تشخیص‌های افتراقی دیگر رو رد کنیم، حتی مخصوصا اگه اسپک CT نداشته باشیم اولا نمیتونیم حتی از یه دیولپمنتال هیپ دیزوردر هم که بعداً آرتریت جدی داده ما نمیتونیم اینو افتراق بدیم، از یه فرکچر نمیتونیم افتراقش بدیم. این نمایی که الان بر ما اومده یه نمای آرتریت یک هیپ آسیب دیده است که حالا آرتریت جدی داره. تنها کمک بیشتری که میکنیم به نظر میاد که همون کالاپس نسبیشه که داره به ما یه کمک بیشتر میکنه که ما از آرتریت ها و آرتریت های مزمن افتراقش بدیم، چون واقعا بیمار تو فاز تأخیری اومده و این آسیب جدی دیده و فکر میکنم که پروگنوز ضعیفی داشته باشه نسبتا. خیلی ممنونم خانم دکتر، سپاسگزارم از شما. در خدمت خانم دکتر زمانی عزیز باشیم، همکار از رادیولوژیستمون، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از همکاران بسیار خوب ما در مرکز طبی. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از حضورتون در برنامه ما. شما در مورد MRI این بیمار برای ما توضیح بفرمایید. سلام و شب بخیر خدمت شما و همه اساتید محترم. خب MRI خانم دکتر فهمیدن دیگه، خانم دکتر پیمانی، که حدود 71 تا 100% سنسیتیویتی داره و اسپسیفیتیش هم حدود 94 تا 100%. یعنی در فاز یک استیج یکمون که گرافیک هیچی نشون نمیده و معمولا ممکنه که با اسکنم افزایش آپتیک نشون بده یا نه، MRI میتونه ادمو به ما نشون بده. ولی از استیج 2 به بعد دیگه تغییرات رادیوگرافیک رو داریم و تو بون اسکن هم که افزایش آپتیک رو داریم. یعنی که استیج یکمون افزایش آپتیک توی سر فمور هست همراه با ادم تو MRI. شما MRI بکنید ادم رو میبینین، ولی خب برای تشخیصش از چیزای دیگه باید شرح حال از بهتون کمک کنه و اینکه تغییرات ببینین که این اینکریزمنت اینهانسمنت هم درش وجود داره یا نه. خب الان شما این تیوان گذاشتین که تو این تیوان با تزریق، فکر می‌کنم تیوان بدون تزریق ندارین. اگر همینجا نگه دارین یه جوینت فیوژن داریم می‌بینیم، ناحیه‌ای که خب افیوژن داریم، احتمالاً PD. برای سکانس PD کرونال از هیپ سمت راستتونه که دارین جوینت افیوژن رو می‌بینیم. این نواحی که هایپر سیگنالن دور سر فمور افیوژن مفصلن که تو مراحل اولیه معمولا ممکنه که افیوژن داشته باشیم. تو گرافیمون فقط ممکنه افیوژن رو ببینیم و گرافی بهمون کمک میکنه که شکستگی مثل ساب کندرال فرکچر که تشخیص افتراقیشه به علت درد رو رد کنیم. اگر اسکرول میکنین روی اون قسمتی که سر فمور هست نگه دارین، یه ذره جلوتر اگه لطف کنین.
سر فمورتون هایپر اینتنس شده بود. یه دونه دیگه اسلایس اگه بله همینجا خوبه. قسمت مدیال سر فمور سمت راست رو داریم. بله داریم میبینین که هایپر اینتنسه که معمولا توی پیدیمون هایپر میفته، تو تیوانمون لو میفته که نشون دهنده ادم هستش. معمولا جایی که درگیر میشه بین ساعت 2 تا 10 سر فمور هست. درگیریمون شایع‌تر تو آنتریوره و اینکه ما تشخیص افتراقی که داریم و فرمودن، یکی از تشخیص افتراقیامون معمولا هایپر اسکلروز گذراست که توی بیشتر خانم‌های باردار دیده میشه. تو بچه‌ها خیلی به ندرته، ولی اینا معمولا بون مرو ادماشون خیلی وسیعه، به ناحیه اینترتروکانتریک هم میرسه که توی AVN معمولا فقط سر فمور درگیره. خب این تیوانتون همون ناحیه دقیقاً گذشت نداشت، همون ناحیه که هایپر بود تو پیدیمون الان اینجا لوه که نشون دهنده ادممونه. معمولا سعی میشه که ام‌آرآی دو طرفه بگیرن که بتونین ارتفاع سر فمور رو با سمت مقابل مقایسه کنین. تو مراحل 3 و 4 دیگه ارتفاع اپیفیز معمولا کاهش پیدا میکنه، شروع به پهن شدن میشه، یعنی کوکس و مگنا پیدا میکنه. بعد از اونم ممکنه که تخریب سر فمور رو ما ببینیم که حتما مهمه که اگه تغییرات دژنراتیو داره و تغییرات تخریبی داره گزارش کنیم. تو مرحله اول همین ادمه. بعد از اون یه دونه لوسنساین یاد میشه که قسمتیه که دور این ناحیه که ادم پیدا کرده یه خط هایپر اینتنس تو تیتومون که مایه است شما میبینین که به خاطر ادمی که تو ناحیه وجود داره. و اگه سکانس دیگه با تزریق اگه باشه معمولا اینا این هست بشه. خب این الان با تزریقش اگه این تیوان فتسته با تزریقه که دور این فعلا این هست شده داخل. مرسی. اینجا الان سر فمور که می‌بینی هایپر اینهانسمنت رو داریم توش می‌بینیم. تو تیوانمون این ناحیه لو بود ولی الان بعد با تزریقمون داره اینهانسمنت رو نشون میده که بازم نشون دهنده اینه که این ناحیه دچار نکروز شده. معمولا خونرسانی در مرحله اولیه خانم هم گفتن نداریم تو فاز اولیه و بعد از اون به خاطر عروق کلاترالی که وجود داره خونرسانی بهش ایجاد میشه و آپتیک هم داره. اگه سوال دیگه ای هست من در خدمتتونم. تشخیص افتراقی یکی اینم بگم که یکی آرتریتا هستن که آرتریتا معمولا دو طرف رو درگیر، یعنی تخریب هم داریم، افیوژن داریم، سینوویوم ممکنه درگیر باشه. اگه سپتیک باشه که حتما استوبولمون هم درگیره و تنها سر فمور نیست. شرح حال هم خب کمک میکنه و اینکه خیلی اونا دو طرف هم هستن. حتی اگه پرتس هم باشه که خب دو طرف است بازم باید شرح حال کمک کنه. خیلی ممنون استاد زمانی. ببخشید خانم دکتر من یه سوالی می‌کنم، یعنی دو تا سوال از خانم دکتر زمانی. یکی این که اگه زحمتی نیست حالا آقای دکتر زیایی عکس ساده ای مریض رو هم بیارن خانم دکتر اونم برای ما بفرمایند. یه نکته بعد این که اگر با عکس ساده بتونیم حالا ما بیشتر اون مراحل دیررس هم میشه در واقع تشخیص رو مطرح کنیم، آیا باز هم نیاز هست ام‌آرآی انجام بشه یا نه؟ استاد وقتی که عکس ساده دیگه کاهش ارتفاع شما میبینین تشخیص داده میشه که دیگه اون مراحل ام‌آرآی معمولا نمیخوان مگر اینکه بخوام ببینن که میزان گستردگی و درمان توی ارتوپد بخواد درمانش رو تصمیم بگیره که ببینه استوبولمش هم تخریب داره یا نداره، تا میزان کاهش فاصله مفصلی رو ببینه، غضروف براش باقی مونده یا نه. فقط این چیزا که برای درمان ارتوپدیش مهمه که میتونه بهتون کمک کنه. چون الان شما میزان غضروف و تخریب غضروف دارین یا ندارین، فیز درگیر هست یا نه، متافیز درگیر شده و یا تو چه مرحله شکستگی همراه داره. اینا رو تو گرافی ممکنه که نتونیم ببینید. تو این مرحلهش احتمالاً استیج 2 باشه چون خیلی کاهش ارتفاع نداره نسبت به سطح مقابل، فقط یه ذره هایپر دنسیتی من دارم میبینم، افیوژن ندارن، فاصله مفصلی تو دو طرف یکیه. حالا من گرافیش خیلی کیفیتش با این همش راه میبینم، فقط چون میدونم کدوم سم درگیره دارم نظر میدم. چون آره من کاهش ارتفاع تو اپیفیزش نمیبینم نسبت به سمت مقابل. یعنی ما گرافی چیزی که بخوایم ببینیم افیوژن و کاهش ارتفاع و تخریب که استیج کاهش ارتفاع معمولا 3 به بعده. ممکنه که یه لوسنساین ببینیم که یه دونه ساب کندرال فرکچر ممکنه همراهش داشته باشه یا لوسنساین که گفتیم دور اون ناحیه درگیر ایجاد میشه که اونا معمولا استیج 2 به بعدن که این نداره. به عبارتی وقتی ما یافته‌های رادیولوژیک داریم در گرافی ساده دیگه اون استیج‌های بالاست و دیگه نیاز به MRI
بله یعنی توی ممکنه استیج 2 به بالاست و اونم خیلی سخت، چون ممکنه که استوپنی خیلی مختصری ببینیم، ممکنه که ساب کندرال سیست ببینیم، همون کرسنت ساین که گفتیم لوسنسی خیلی کمیشون ناحیه ساب کندرال ببینیم، ولی خب وقتی ام آر میکنی خیلی واضح دارین یه دیفکت رو واضح میبینیم و یا بون اسکن بکنی یا آپتیک خیلی واضحی رو میبینین. گرافی معمولا دیگه وقتی تخریب میشه، میگم سه به بعده که کرسنت ساین میاد و همراه با کورتیکال کلپس، دیگه از سه به بعده که ما تغییرات گرافی رو داریم. پس چنانچه شک میکنی به AVN، اولین مدیریتمون در واقع همین MRI باشه تو مراحل اولیه، درسته؟ تو 7 روز اول که خانم‌ها گفتن آپتیک رو میتونن نشون، من نمیدونم حالا اون فوتوپنیکر چقدر بشه دید، ولی اگر میشه که خب اونم کمک کننده است اگه راحت تره، ولی غیر از اون برای تو مدالیتی که ایمیجینگ باشن بین گرافی CT و MRI اولویت داره. CT که اصلا انجام نمیشه چون با یافتاش با گرافی هیچ فرقی نمیکنه، همه یافتا از گرافی میتونین دریافت کنین، اصلا به دردتون نمیخوره. و بعد از اون دیگه ایکس ری معمولا برای رد شکسته و چیزای دیگه انجام میشه که ممکنه به طور اتفاقی اینو ببینیم. خیلی متشکرم همینطور از توضیحاتتون، سپاسگزارم از شما. خب دوستان اگر سوالی ندارند ما در خدمت خانم نوری باشیم بابت توضیحاتی که آماده کرده. خانم نوری عزیز در خدمت شما هستیم. با سلام مجدد استاد. حالا چون دستیارا هم هستن میخواستم هم در مورد گیت یه صحبت کوتاهی بکنم، هم در مورد AVN که خب حالا AVN رو از ریفرنس تاچیان آماده کردم. AVN سر فمور میتونه خب به دلیل سکندری باشه که حالا استادم فرمودن این کوآگولوپاتی ها، هموفیلی، سیکل سل، حتی ITP، لوکمی، نان هوچکین لیمفوما و خب کلاژنوپاتی های تیپ 2، بیماری ذخیره مثل گوشه، بیماری متابولیک و مصرف دوز باره کورتیکوستروئید یه سری از مثال های سکندری هستن. و اگر بتونیم تمامی مسائل رو رول اوت کنیم، خب نوع پرایمری مطرح میشه که همون لب کالپرتس هستش. خب ایوین در اثر اختلال گردش خون هسته استخوانی سر فمور هستش که اساتید در موردش صحبت کردن. شروع بیماری غالبا 4 تا 8 سالگی هست، تو پسرها 4 برابر بیشتر هستش، 10 تا 15 موردش دو طرفه است. و اینکه جالبیش اینه که این موارد دو طرفه میتونن حدود 1 سال اختلاف زمانی داشته باشن، به همین علت هم تصاویر رادیوگرافیکشون میتونه یکسان نباشه. حالا عمومی این بچه‌ها اصولا خوب هستش، محدودیت در انجام کارهای روزمره ندارن، شکایت از لنگیدن و درد حین راه رفتن دارن، معمولا دردشون هم شدید نیستش و معمولا چندین هفته ادامه پیدا میکنه و بعد مجدد عود میکنه یا به پزشک مراجعه میکنن. درد معمولا تو محدوده هیپشون هستش و انتشار میتونه پیدا بکنه که باعث خودداری از وزن بشه و لنگش. گاهی اوقات فلکشن دفورمیتی تو هیپ وجود داره، اما اصولا ابداکشن و روتیشن ها رو محدود میکنه و تو مراحل اولیه رادیوگرافی هم که خب میتونه طبیعی باشه. در مورد رادیوگرافی اسکن هم اساتید صحبت کردن. در مورد پیشاگهیش کتاب تاچیان گفته بود که هر چقدر که مقدار گرفتاری سرشون بیشتر باشه، سنشون بالاتر باشه و جنسیت دختر داشته باشن، این تغییر شکل استخوانی میتونه بیشتر باشه و خب توی مراحل پیشرفته میتونه باعث تغییر شکل سر استخوان هیپ و لنگش و اوستئوآرتریت زودرس مفصل هیپ بشه. خیلی از درمان‌هایی هم که توصیه کرده بودن مثل ترکشن 2-3 هفته اول و فیزیوتراپی بود و اینکه بیمار رو اگر زیر 5 سال هست درگیریش ناچیز هست تحت نظر قرار بدیم. قدیم ترها می اومدن از اسکیال ویت بیرینگ بریس استفاده میکردن و توصیه میکردن تا التیام کامل سر فمور بچه‌ها بریس استفاده کنن که تو مطالعات بعدی نشون داد که این روش‌ها نمیتونن به صورت مؤثر فشار سر استخوان رو بردارن و کلا الان هدف این هستش که سر فمور به طور کامل توی حفره استابولوم بمونه تا التیام کامل بیماری. و الان از بریس های مثل اسکاتیش رایت استفاده میشه و عمل جراحی حالا واروس استئوتومی و سالتر که چون اساتید ارتوپدی هم نیستن فکر میکنم که اصلا در موردش بهتر صحبتی نشه.
فقط در مورد گیت هم یه مطلب کوتاهی داشتم که خب چون که بچه‌ها خیلی سر این لنگش به مشکل برمیخورن. گیت نرمال یه سری حرکات ریتمیک و سیمتریک و افورتلس هستش. هر گونه درد و ضعف و دفرمیتی که این بالانس رو به هم بزنه رو ما بهش لیمپ میگیم. لیمپینگ هم دلایل متعددی داره. میتونیم اونا رو با توجه به بازه سنی یا فیزیکال فایندینگی که داریم تقسیم بکنیم یا اینکه به حاد و مزمن تقسیم بشن. زمانی که یک کودک با لیمپینگ مراجعه میکنه باید به جز معاینه لور اکستریمیتی حتما مسائل دیگه مثل معاینه عصبی و معاینه نواحی لگن و ستون فقرات و شکم و سیستم ژنیکو یورینری هم توجه بکنیم. معاینه دقیق و شرح حال دقیق خیلی میتونه کمک کننده باشه. اولش باید تمام دلایل مهم و اون دلایل لایف ریتنینگ احتمالی رو کنار بذاریم، مثل آرتریت سپتیک، سندروم کامپارتمان، دیسپلازی هیپ، مالیگنانسیا یا حالا اوکال فرکچر، مخصوصا چایلد ابیوز رو در نظر بگیریم، اوستئومیلیت، خود اسلیپ، هموفیلی که استاد فرمودن، تورشن تستیس و گیلنباره. و خب توی حالا حواسمون حتما توی شرح حال باشه که اگه سیکل سل هست به کریزهای وازوکلوسیف هم توجه داشته باشیم. بعد از اونم یه سری دلایل شایع دیگه ای هستن مثل اکیوت میوزایتیس و سلولیس و آبسه و فرکچر و بیماری لایم اگه توی منطقه اندمیک هستیم در نظرمون باشه، اوستوکوندروزها و مشکلات آپوفیزیت و همین AVNی که در موردش صحبت شد. که خب بیماران رو آپ تو دیت اومده به سن مختلف تقسیم بندی کرده و اینکه اکیوت و مزمن بودنشون رو مد نظر قرار داده که تشخیص افتراقی هایی که خیلی زیاد هستن بشه یه مقداری لیمیت بشن. باید حتما سابقه تروما و اینکه اسپرین داشتن، سافت تیشو اینجوری داشتن یا نه رو حتما چک کنیم. تب و حتما باید چک بکنیم، میتونه خب به ما کمک بکنه. آرتریت سپتیک و اوستئومیلیت رو خب توی تشخیص افتراقی بالاتر قرار میده نسبت به مسائل دیگه مثلا توکسیک سینووایتیس. اینکه درد رو لوکالیزه کنیم میتونه بهمون کمک کنه. درد ریفرال رو باید حواسمون باشه. حالا یه نکته که خیلی همیشه اساتید تاکید میکنن اینه که یه مفصل بالاتر و پایینتر هم معاینه بکنیم. یه سری از بیماری هم میتونن دردهای اینترمیتنت بدن مثل JIA و پرتست و اسلیپ و حالا اگر سیکلیک پین دیدیم ته ذهنمون مالیگنانسیا باشن، سارکوما یوینگ، لوکمی یا حتی اوستئویدوستوما میتونه اینجوری باشه. اگه درد کاف و تایت دیدیم خب میوزیت میتونه مطرح باشه. دردایی که تمرکز بیشتری روی فعالیت دارن مثل آپوفیزیت و اوستوکوندریت و سندروم هایپرموبیلیتی رو میتونیم بهشون فکر کنیم. علائم همراه رو حتما باید چک کنیم. اینکه مورنینگ اسنیفنس و گیژلینگ داره خب میتونه مطرح کننده JIA باشه. ضعف اندام، اینکانتیننسی میتونه مطرح کننده دیسترافیای تترکورد و آبسه اپیدورال و تومورای اسپاینال باشن. درد شکمشون برامون باید مهم باشه. یه تورشن تخمدان میتونه خودش رو با لنگش نشون بده. آبسه زواس همینطور یا حتی یه آپاندیسیت و آبسه پری آپاندیکال. آرتراژی مهاجر هم میتونن خب مثل حالا روماتیک فیور و آرتریت گونوکوکال توی تشخیص افتراقیامون باشن. اگر راش دیتکت کردیم به همراه لنگش باید حواسمون به هنوخ و لوپوس و آرتریت گونوکوکال مخصوصا اگه پتشی کف و دست و پا داشتش باشه. اگه آنتی بیوتیک مصرف کرده سرم سیکنس و سرم سیکنس لایک رو ته ذهنمون داشته باشیم و همچنین لایمو. اگه سابقه هموفیلی، هایپوتیرویدی داشتش یا اینکه خب یه سابقه میداد که پان هایپوپیتویتریسم هستش، احتمال اسلیپ خیلی بیشتره. توی اضافه وزن احتمال اسلیپ خیلی بیشتر هستش. توی فیزیکال اگزام جنرال اپیرنس بیمارمون رو ببینیم. خب با هر چیف کامپلینت که مریض بیاد جنرال اپیرنس حتما باید مد نظر قرار بدیم. توی معاینه هم دیدن گیتمون میتونه کمک کننده باشه. مثلا اگه حرکات سیرکولار داره تو سوینگ فازش خب باید به این فکر کنیم که درگیری انکل یا فوت ممکنه داشته باشه. ترندلنبرگ خودش اگه مختل باشه میتونه دیسپلازی هیپ و اسلیپ و پرتس رو مطرح کنه یا اینکه تو واکینگ گیت میتونه مسائل نورولوژیک مثل سی پی رو مطرح کنه. معاینه شکم و ژنیتالیا بسیار مهم هست. مجدد تاکید کرده بود روش که مسائلی مثل آپاندیسیت و تورشن تستیس و تخمدان رو
میتونه دیکتکت بکنه. معاینه اسپاینمون خیلی مهمه، کیفوز و اسکولیوز و تندرس مهره ها و میدلاین ابنورمالیتی ها رو حتما چک کنیم. اینکه دیمپل داره یا نداره، هیرتاف داره یا نداره، ضایعات هایپرپیگمانته رو حتما چک بکنیم و در آخر بیایم معاینه اندام تحتانی رو انجام بدیم. خب اگر بروزینگ داشته باشه، ادم یا حالا کبودی پیدا بکنیم، سافت تیشو اینجری ممکنه باشه، ژنوواروم و ژنوالگوم رو حتما چک بکنیم. اگه زخمی کبودی یا تاول کف پا پاشنه داشته باشیم، هم اونها هم میتونن لنگش بدن، اونها رو هم حتما چک بکنیم. تو واکینگ و پسکیووس و کلوتوس هم خب میتونن نشون دهنده مسائل نورولوژیک باشن و در آخر بیم چک مفاصل رو انجام بدیم بابت جوینت سویلینگ و کاهش رنج آف موشن. من فقط میخواستم این تشخیص‌های افتراقی رو کنارش بذارم که بچه‌ها حواسشون باشه که هر نقطه‌ای رو که بچه نشون داد فقط همون مفصل معاینه نشه و خیلی تشخیص‌های افتراقی گسترده وجود داره. خیلی ممنون خانم نوری، خسته نباشید. ممنون که توضیحات جامعی دادین راجع به تشخیص افتراقی لیمپینگ. سپاسگزارم از شما. دوستان همکاران عزیز، اگر سوالی هست در خدمتتون باشیم. خب استاد رئیس کریمی در خدمت شما باشیم با این سوال که خانم دکتر شهباز نژاد دستشون بالاست، اجازه بدین ابتدا در خدمت ایشون باشیم. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. دکتر شهباز نژاد صدای بنده رو دارید؟ سلام خانم دکتر، صدای من هست؟ بله خانم دکتر، سلام عرض می‌کنم. سلامت باشید. ضمن تشکر از شما و همکاران بابت معرفی کیس. من جالب بود که یه کیسی داشتم الان که شما این کیس رو گذاشتید، که پسر 8 ساله‌ای که 1 سال بود موقع راه رفتن یه پاش رو به سمت خارج می‌گردوند و راه می‌رفت و درد هم داشت متعاقب فعالیت. بعد خب خیلی گشته بود، یعنی همشهری ما هم نبود، من شهر اطراف بود و اینها، خیلی رفته بود. بر من جالب بود کسی نیومده بود از لگنش گرافی بگیره و خب با توجه به مدتی که 1 سالی که گذشته بود، اون کلاپسی که اتفاق افتاده بود دیگه، اون پرتز کامل مستقر شده بود. برام جالب بود که چطور شده این پرتز حالا توی منطقه‌ای که حالا خیلی هم غیر برخوردار نیستن، چطور شد که اینقدر طولانی میس شد و واقعا راه رفتن بچه‌مون گیتی که به سمت خارج و غیر قرینه بود و معاینه که محدودیت حرکت هیپ داشت. صدا هست خانم دکتر؟ چون همکارا گفتن صدای شما خیلی خوبه خانم دکتر، میشنویم صداتون. سلامت باشید. سلامت باشید. بعد برام جالب بود، هم میخواستم بگم بعضی وقتا واقعا این کیس ها حتی دیر مراجعه میکنن و اینقدر هم دیر تشخیص داده میشه. یعنی حتی پیش همکار ارتوپد نمیدونم، حالا یه شاید اوایل رفت که گرافی نگرفتن. میخواستم بگم ضمن تشخیص افتراقی خوبی که خانم دکتر نوری فرمودن، گاهی اوقات ریویو کردن کیس و معاینه خیلی به ما کمک میکنه. یه سوالی هم من داشتم که واقعا لازم برای هر کیسی که شک به پرتز مرحله اول هست هم اسکن گرفته بشه هم MRI، یا چه دلیلی داشت که برای این کیس هر دو انجام شد؟ یعنی نکته‌ای داشت که قابل نتیجه گیری نهایی نبود که از هر دو تا مدالیته استفاده شد؟ خیلی ممنون خانم دکتر، هم از تذکر جالب که دادید در مورد شرحال و توجهی که فرموده بودید، هم از سوالتون که اتفاقا سوال منم هست. استاد رئیس کریم در خدمت شما باشیم. خدمت شما عرض کنم که ما ببینید خانم دکتر نوری خیلی عالی بحث‌های کلی رو مطرح کردن. این نشون دهنده این نیست که ما در واقع همه این بیماری ها رو بخوایم بررسی آزمایشگاهی یا ایمیجینگ بکنیم. این معنیش اینه که ما مریض با مخصوصا وقتی با لنگش میاد یه نگاه جامع به موضوع داشته باشیم که خدای نکرده چیزی رو میس نکنیم، از کف پا تا به قول معروف فرق سر. این که خب حالا به این خاطر تشخیص افتراقی ها خیلی متعدد و مفصله. حالا اون تقسیم بندی سنی آپ تو دیت البته کمک ما میکنه که راحت تر اینا رو تنگترش کنیم، ولی خب در هر صورت حواسمون به همه چی باشه. این در این قضیه واقعیت اینه که در این بیمار ما اسکنش در همدان انجام شده بود و امارایش پیش ما انجام شد. خب حالا خانم دکترم فرمودن اسکن تو مرحله اولیه کمک بیشتری میکنه، اما حالا هم همکار
پزشکی هسته‌ای ما تو همدان هر کسی بوده خیلی خوب خونده و توجهات رو جلب کرده و همین که حالا همکار روماتولیست بالغین که اونجا در واقع ابتدا مریض رو دیده، در واقع من فکر میکنم که حالا علاوه بر عکس ساده‌ای که گرفته و شک کرده، به دنبال این بوده که بالاخره به تشخیصی برسه و اسکن بالاخره اون مسیر اولیه رو برامون روشن کرده و به همین خاطر هم بیمار ما وقت خوبی تشخیص داده شده، زمان خوبیه، شاید حد اکثر 2 ماه 3 ماه گذشته باشه ازش. و خب ما ام‌آرآی رو برای این انجام دادیم که خانم دکتر زمانی هم فرمودن برای اینکه اپروچ همکاران ارتوپد برای کاری که میخوان بکنن معمولا با ام‌آرآی صورت میگیره که شرایط حاشیه مفصل رو هم ببینن و بعد تصمیم بگیرن که چه کاری انجام بدن، که بر مبنای در واقع نظر اونها ما این ام‌آرآی رو انجام دادیم و بر اساس همون هم حالا پیشنهاداتی انجام دادن که خوشبختانه فعلا نیاز به جراحی نداره. علت انجام این 2 تا مدالیته این بوده و شاید اگر پیش خودمون اومد ما به ام‌آرآی اکتفا می‌کردیم، ولی در هر صورت اون اسکنی که انجام شده و کسی که اسکن خونده هم باعث شده که بیمار هر چه سریعتر مسیر خودش رو پیدا کنه و بیاد دم پیگیری کنه. میخوام بگم این کاری که اون دوستان کردن کاری بوده که برای مریض بسیار پر منفعت بوده. در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم استاد. استادی در خدمت شما باشیم که قرار بود در مورد این بیمار برامون بحث کنید. ولد من قرار نبود بحث بکنم، من قرار شد خدا خودت این استاد گفتین یه صحبتی دارم که وارد بحث که شدی. آره من حالا نظر خودم رو میگم. اولا استاد مرادی نژاد فکر میکنم تشریف دارن، تجربهشون از ما بیشتر هست، حتما از نظرات استادم استفاده بکنیم. ولی من میکنم اصلا استاد در جنبه چشم خدمتتون عرض کنم. ما مریض AVN یه تعدادی تقریبا هر سال، شاید هر 1-2 ماه یه بار یکی به طور اون میخوره. تشخیص افتراقی ها رو خانم دکتر گفتن. هر مریضی که اومد، من برای همکارای کم تجربه تر و جوان‌تر میگم، هر مریضی که اومد شکایت لیمپینگش بیشتر از دردش بود، یعنی یا درد ندارن یا اینکه بیشتر میگن میلنگه، نمیگن درد داره. اگرم خانواده مثلا میگن درد داره به خاطر اون لنگشش هست میگن. حتما فکر بکنیم که مریض نکنه AVN کرده. یکی از تشخیص افتراقی‌های مهم، شاید از مهم‌ترینشون و شایع‌ترینشون AVN سر فمور باشه، پرتس باشه. خب برای اینکه در واقع تکلیفمون مشخص بشه که این مریض آرتریت داره یا چیز دیگه ای هست، حتما مریض رو یه سونوم میکنیم. معمولا ما تو AVN مایع نداریم. اگه مایع باشه یه مایع یه ریاکتیو هست و معمولا خیلی کم هست، در حد همون نرمال گزارش میکنن. و حالا مثل این مریض اگه دیگه خیلی زمان گذشته باشه، خب حتی ممکنه که تخریب رو چیز بکنن، گزارش بکنن. گرافی، چون بحث گرافی میشه، خب ما تمام مریضایی که آرتریت ریاکتیو هم دارن میبینیم یه گرافی دستشونه. طبیعتا وقتی به پرتس هم شک میکنیم، خب این از اون مواردی که اندیکاسیون گرافی داره، هرچند تو مراحل اولیه گرافی هیچی ممکن نشون نده، ولی به عنوان یک بیس لازم است که ما داشته باشیم که اگه چند هفته بعد دوباره مریض میبینیم مشکلش ادامه داره، میخوایم با هم مقایسه کنیم، بگیم که خب حالا یه چیز جدیدی بوده، اون 2 هفته پیش چیزی نداشته، الان داره تغییراتی میبینیم. نگیم بعد از 2-3 هفته اگه گرافی بگیریم معلوم نیست مثلا این از قبل چیزی بوده یا نبوده. بالاخره این یه مستندی هستش که میتونیم مقایسه بکنیم. و خب فالوآپ مریض هم دیگه قاعدتا همونطور که اساتید گفتن، وقتی که مریض دیگه به تخریب و اینا رسید، دیگه فالوآپ مریض با همون یک گرافی ساده هم کفایت میکنه، دیگه ام‌آرآی و اسکن و چیزا لازم نداره. راجع به علل AVN خب خانم دکتر مفصل گفتن. این از این جنبه اهمیت داره که ما بررسی بکنیم. اگه AVN علت داره، اولا خب به علت برسیم و علت تشخیص داده بشه. حالا بعضیش ممکن مثلا مثل سایکل سل درمان نداشته باشه، ولی تشخیص داده بشه و یه مقدار کمک میکنه که ما بالاخره فکر بکنیم که نکنه یه مفصل دیگه‌ش هم یه جای دیگه‌ش هم بعداً AVN بکنه. و ممکنه اولین در واقع پرزنتیشن یک بیماری هماتولوژیک و کوآگولوپاتی اینا یه AVN باشه. ما از این حداقل از این استفاده بکنیم. یه چند تا تست هستش که حالا اشاره کردن خانم دکتر، باید PTPTT داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم که اگه از این منطقه میاد که
هموگلوبینوپاتیا در واقع مطرح است، مثل سایکل سل حتما باید یه سایکل سل پرپ انجام بشه و کارهای اینطوری که باید انجام بشه. گاهی اوقات در واقع کمبود پروتئین COS و اینها ندرتاً اونا ممکنه که با AVN مراجعه بکنن. مصرف داروها رو خانم دکتر گفتم. ما یادمون باشه کورتون باعث AVN ممکنه به عنوان یه تریگر فاکتور هست، ولی تو بعضی از بیماری‌های روماتولوژیک خود مثل لوپوس خود اون بیماری بیشتر از اینکه کورتون باعث AVN بشه خود بیماری، یعنی اگه شما برای مریض لوپوسی کورتون هم ندید، اون به خاطر اون در واقع واسکولیتی که داره اون خودش میتونه باعث در واقع AVN بشه. و حالا همکارای بزرگسال ما روماتولوژیست‌های بالغین برای همه بیماران به صورت پروفیلاکسی مثلا دارو هم حتی شروع میکنن که مریض مثلا کمتر دچار AVN بشه، یا ام‌آرآی در واقع اولیه انجام میدن که ببینن الان مشکلی نداشته باشه، حالا هم از لحاظ اقدامات درمانی هم بعضا هم حالا بالاخره برای مسائل لگال این کار رو انجام میدن. اما راجع به جراحیش ما الان نمیتونیم اینجا صحبت کنیم چون همکارای ارتوپد نیستن. حالا استاد حتما نظرات ارتوپدهای مختلف رو بیشتر شنیدند و میفرمایند. قبلا خب میگفتن که در واقع عمل جراحی بشه، بعد عمل تکنیک‌های مختلف جراحی مطرح شد که حالا من دیگه وارد اون نمیشم، ولی الان بیشترین چیز اینه که خانم دکتر اشاره کردن، خانم دکتر نوری، اینه که مریض استراحت داده بشه و واقعیتش اینه که من هنوز داره بریس ابداکتور استفاده میکنم، به خاطر اینکه بچه‌ها تو خصوصا پسر بچه‌ها توی سنی هستن که بسیار شیطنت میکنن، به پر دارن. اینا خودش باعث میشه که اصلا فرصت این که در واقع سر فمور ترمیم بشه داده نمیشه. حالا ممکنه این بریسه خیلی توی چیز تأثیری نداشته باشه، ولی همین که یه مقدار فعالیت رو محدود میکنه، خصوصا در طول روز که بچه میخواد فعالیت داشته باشه، رفت و آمد داشته باشه، اینا این خودش یه مقدار محدود میکنه، اجازه میده که در واقع این ترمیم صورت بگیره. اگه ما زود تشخیص بدیم AVN رو و بالاخره بتونیم بچه رو یه جورایی بالاخره یه رستی بهش بدیم که ترمیم صورت بگیره، خب اینا خیلیاشون خیلی دفیسیت قابل توجهی در آینده نمیذارن. ولی بعضیا مثلا مریض میبینی مثل این بیمار مثلا ممکن چندین هفته گذشته الان اومده تشخیص AVN داده میشه، اینا معمولا یه دفیسیت دارن و یک مال الاینمنت پیدا میکنن، یک اختلال گیت پیدا میکنن. حتی خانم دکتر گفتن که مثلا شواهدی از انحراف ستون فقرات ممکنه پیدا بکنن. اینها که اینا خب مواردی هستش که شاید به این دلایل بیشتر لازم باشه که اینترونشن ارتوپدی صورت بگیره، وگرنه من تا جایی که من میدونم هرچی مریض معرفی میکنیم به همکارای ارتوپد، اونا هم این توصیه به استراحت و فالوآپ و اینا خواهند داشت، مگر اینکه دیگه تخریب اینقدر شدید شده باشه که اونا معمولا زمان میگذره که در واقع مریض رو بخوان کاندیدای تعویض مفصل بکنن، که خب حالا اون یه بحث دیگه است. حالا میگم من بحث جراحیش و اینترونشن ارتوپدیش رو من خیلی تجربه ندارم و صاحب صلاحیت نیستم که اظهار نظر بکنم، ولی مریضایی که ارجاع میدیم معمولا به خودمون برمیگرده که حالا فعلا فالوآپ بشه، 6 ماه دیگه بیاد، 1 سال دیگه بیاد، عکس 3 ماه بار. من معمولا 2-3 ماه بار سیر بیمار رو با یه عکس فالو میکنم و حالا تو اون 5-6 ماه اول که شانس ادامه تخریب وجود داره سعی میکنم که مریض رو یه جوری حالا یا با بریس یا به روش‌های دیگه یه خورده وادار بکنیم که استراحت بکنن. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. هرچی دارم در واقع هرچی صحبت کردم بیشتر تجربه خودم و مطالعات پراکنده بوده، ولی همکارای ارتوپد قاعدتا اگه بودن خیلی میتونستن به ما کمک کنن. حالا اساتید دیگه خصوصا استاد مرادی نژاد هم استفاده میکنیم از تجربیاتش. بله خیلی متشکرم استاد از توضیحات شما. جای همکاران ارتوپد واقعا خالی بود در برنامه امشب ما، به دلیل مشغلی که داشتن جراحی نتونستن در برنامه ما شرکت کنن، وگرنه قطعا توضیحاتشون میتونست برای ما خیلی مفید باشه. خیلی ممنونم از شما. استاد مرادی نژاد عزیز خدمت شما سلام عرض میکنم. ببخشید که من زودتر متوجه حضور شما نشدم، در ابتدا چند بار چک کردم اسم شما را ندیدم. خیلی ممنونم که باز هم در برنامه شرکت کردید. استاد شما تجربیات زیادی راجع به AVN قطعا دارین، از تجربهتون بگین و از روش‌های جراحی که برای AVN پیشنهاد میشه. با عرض سلام و ارادت خاص خدمت کلیه دوستان. خب البته من واقعا امروز یک اشتباه کردم، این ماسماسک رو نگاه نکرده بودم، اصلا به این آگهی شما توجه نکرده بودم و خیلی دیر وصل شدم.
در هر صورت بازم یک سعادتی بود که تک تک شما را لااقل عکساتون رو زیارت کردم و به صحبت‌های ظریف شما توجه کردم و خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. در هر صورت ایوین و دوستان همه چیزشو گفتن، واقعا اون چی که لازم گفته بشه همه را گفتن. ولی تجربیات خود من اینه که به واقع اگر بیماری بیاد با لیمپینگ ویداوت پین، اولین اقدامی که براش میکنم یک رادیوگرافی ساده به دنبالش یک اسکن ایزوتوپ استخوان است. این دوتا تقریبا برای ما تکلیف و مشخص بکنه. اگر در عکس ساده شکستگی، در رفتگی، سرخوردگی سر فمور چیزی نداشته باشه، میتونیم با اسکن به AVM فکر بکنیم. این اولین کاریه که میکنیم. و اگر واقعا AVM رو تشخیص دادیم، برای درمانش دوستان تمام مطالب رو کامل فرمودن، ولی اون چی که ما انجام میدادیم واقعا همونطور که استاد زیایی فرمودن، یک پسر بچه 6-7 ساله رو محال ممکنه شما بتونید بگید در طول روز رو تخت بخواب استراحت کن که سر توی حفره استابولون باشه. تراکشن هم امکان نداره یک بچه رو بخوابونو رو تخت و یه تراکشن ابداکشن بهش بدیم، اونم امکان نداره. بنابراین بهترین کار همون بریسیه که میتونیم استفاده بکنیم. خیلی زشته، خیلی قیافش بده، بچه ها دوست ندارن، خانواده ها دوست ندارن، تو مدرسه خیلی سخته، ولی واقعا در طول روز بچه رو وادار میکنه که فعالیتش کمتر باشه، سر در حفره استابولون باشه. و اگر اینا امکان نداشته باشه، روش های جراحی استئوتومی هست. حالا استئوتومی میتونن از شفت فمور باشه یا از گردن فمور باشه که سر فمور رو میچرخونن به طوری که اون ناحیه که اواسکولار هست ویت بیرینگ نداشته باشه، اون ناحیه که سالمه بره و ویت بیرینگ داشته باشه. ای به این استئوتومی اینه که بچه یک انحراف محور پیدا میکنه و در آینده مشکل اصلی پیدا میکنه. روش دیگه که هست، روشیه که خب من چند تا از مریضامو در حضور پروفسور نواب انجام دادم. اینا رو برهول میکرد ایشون. برهول میامد از استابولوم در زوایای مختلف با ریل سوراخ میکرد. تئوریش هم این بود، یعنی تئوری اصلی این تئوری اینه که اگر شما این سوراخ‌ها رو ایجاد بکنید، میتونید ایجاد یک شبکه عروقی، مورک‌ها رو پاره کنید و یک شبکه عروقی اینجا ایجاد بکنید که بتونید به اون ناحیه که اواسکولار شده و خون رسانیش قطع شده خون رسانی بکنید. با برهول تقریبا شاید بی جرئت میتونم بگم 8 یا 9 تا از بیماران من به طور کامل خوب شدن که احتیاج به جراحی خاصی هم نداشتن، انحراف محورم پیدا نمی‌کردن. ولی با همه این حرفا بهترین راه برای ما، چون برهول خیلی خیلی هنرمندان است، چون باید کسی باشه که بتونه این فقط تو این شفت استخوان بره و به اون کپ فمور برخورد نکنه. خیلی هنرمندان است، یعنی واقعا یک تکنیک فوق‌العاده پیشرفته است. در هر صورت من خودم بریس رو توصیه میکنم، ولی با این وجود بیمار به بیمار فرق میکنه. آدم لحظه فکر میکنه اگر بیماری پیشرفته است، سر فمور تقریبا کلاب شده، استابولوم که فاصله بین استابولوم و سر فمور وجود نداره و اصلا سری در فمور وجود نداره، دیگه هیچ روش درمانی نمیخواد. اینو باید بذاریم تا انشالله بعد از 18 سالگی که با تعویض سر فمور درمانش بکنیم. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. از اینکه صورتهای ماه شما را دیدم خوشحال شدم، صداهای خوب شما را شنیدم خوشحال شدم. آرزوی سلامتی و سعادت برای تک تکتون دارم. فعلا خداحافظ. خیلی متشکرم استاد، سپاسگزارم از شما. استاد رئیس کریمی گرامی در خدمت شما باشیم برای جنبندی نهایی و اگر نکته‌ای رو صلاح می‌دونید که در انتها بگید. من مزاحم دوستان نمیشم. اولا عرض سلام و ارادت خدمت استاد مرادنژاد دارم. سال جدید و خدمت ایشون تبریک میگیم. انشالله که توفیق باشه امسال زیارتشون کنیم. انشالله. مرسی. در صحبت آخر آقای دکتر زیایی رو
تاکید کنم که ما بیشتر به فکر اون شاید باید باشیم و حواسمون باشه بس بیماران خودمون که استروئید میگیرن، مخصوصا لوپوسیا. متاسفانه ما یکی از این، حالا که یه دختر حدود 18 19 ساله‌ایه که مدت ها لوپوس داشته و استروئید رو میگرفته و 2 هفته پیش اومد. حالا کاش عکس اونم خانم دکتر دارن، اگر میذاشتیم کنار هم یا این دوتا رو با هم معرفی میکردیم. خب اون دیگه اینقدر گذشته که اصلا کاملا سر فمور تخریب شده و پخش شده به قول معروف و خیلی خراب. یعنی اینکه ما که سر کار داریم با بیماران لوپوسی و یا بیماران دیگه‌ای که استروئید میگیرن، حواسمون باشه که در واقع با کوچکترین شکی حتما عکس بگیریم، اگر نیاز از MRI بگیریم، اسکن بکنیم تا اینکه خدای نکرده یعنی بتونیم به موقع تشخیص بدیم و کار به جاهای در واقع جراحی و تعویض مفصل نکشیم. خیلی ممنون بازم از خانم دکتر نوری، از شما و همه اساتید بزرگوار که امشب در خدمتشون بودیم. استاد بسیار سپاسگزارم. تشکر ویژه‌ای از شما می‌کنم بابت کیس بسیار جالبی که با ما امشب به اشتراک گذاشتیم. بسیار آموزنده بود و بحث بسیار خوبی بود. سپاسگزاری می‌کنم از خانم نوری عزیز که در فرصت کوتاه خیلی قشنگ اطلاعات جمع‌آوری کردن و بسیار خوب بیمار رو معرفی کردن. تشکر ویژه‌ای می‌کنم از مهمانان عزیزمون، سرکار خانم زمانی و سرکار خانم پیمانی که وقت گذاشتن در برنامه ما شرکت کردن و توضیحات بسیار خوبی دادن. از همینطور استاد زیایی عزیز و استاد مرادی نژاد عزیز و همینطور همه شما دوستان و همکاران عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همه شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.